من 15 سالم بود توی مدرسه توی دبیرستانمون. حالا به دلایلی که حالا سر صدا بود، شیطنت بود، ما رو بردن توی نمازخونه مدرسه و معلم قرآن مدرسه یه فیلم برای ما گذاشت، فیلم عیسی مسیح بود برای ما گذاشت که ببینیم. بعد انقدر اون موقع جوگیر شدم، انقدر پا اون فیلم گریه کردم اون موقعی که عیسی به صلیب کشیده شد که معلم اومد گفت گریه نکنی، اصلا تحریفه، همچین چیز اصلا واقعیت نداره. و بعد ما از نمازخونه اومدیم بیرون، ولی دیگه این ذهن منو گرفته بود. دیگه از اون روز گوشه حیاط دبیرستانمون یه جایی برای خودم درست کرده بودم که از اونجا با خدا صحبت میکردم و با عیسی، مختص با عیسی حرف میزدم. ولی اون موقع به خداوندی نمیشناختمش، ولی عاشقش بودم. و خوب یادمه که اون موقع شبکه ماهواره‌ای بود، داشت فیلم عیسی مسیح پخش میشد. من چندین بار این فیلمو دیدم. خیلی عجیب بود. من شاید حالا بعد قبل از این میگفتم پازلایی که چیده شد خیلی عجیب بود. من کتاب مقدس یه جور خیلی عجیب‌تر خدا همه رو برام میرسوند، به دستم رسید و یادم نمیدونستم حتی انجیل کدومشه. از اول میخوندم، ولی تو قسمت‌هایی که داشتم میخوندم، وقتی که قسمت بخشش رو داشتم میخوندم از عیسی مسیح، کلاً دگرگون شدم. خیلی برای من عجیب بود که یه نفر چجور میتونه اینقدر زیبا بخشش رو توضیح بده. و چیز دیگه که قشنگتر، جملات قشنگ و آیه‌های قشنگی که من اون موقع میخوندم و قلب منو خیلی خیلی تحت تاثیر قرار میداد، اشعیا بود. وقتی که خداوند میگه ببین من تو رو کف دست خود رسم کردم. این برای من یک دنیا بود، چون خودم مادر بودم و میدونستم اون موقع چی داره میگه و از چه عشقی داره حرف میزنه و خیلی خیلی حالم خوب میکرد. خیلی موقع به این فکر میکنم. من فکر میکنم قبل از ایمان وقت خودم رو توی آینه میدیدم، تصورم از خودم یه لیلای شکست خورده بود، یه آدم مایوس بود که هر باری به خودکشی فکر میکرد. ولی الان نه، الان دارم دختر خدا رو میبینم که ای خدا خیلی عزیزه. این خیلی عالیه. شاید کسی باشه که مثل اون روز من تلویزیون رو بی هوا باز کرده داره تماشا میکنه. شاید کسایی هستن که تو ایران به خصوص به اون نقطه صفر رسیدن، به اون ته خط رسیدن. من واقعا میگم اگه به اون نقطه رسیدی، اگه هیچ جوری نمیتونی باور کنی که مسیح خداونده، اگه تو هر لحظه‌ای هست که احساس میکنی هیچکی نمیتونه مشکلتو حل کنه، فقط یک بار صداش بزن، مطمئناً جواب. کلام آخر اینکه هر که هستیم، حتی اگه خدمت کلیسایی داریم یا نداریم و هر جایی هستیم که الان صدای من شاید به شما داره میرسه، اینه که خیلی ها هستن که هنوز نجات دریافت نکردن. خیلی خوب میشه که ما یادمون بیاد که اولین کار ما و مهمترین وظیفه ما بشارته. اینکه تقسیم کنیم با بقیه این شادیو، همون شادی که من حس میکنم، شما حس میکنین، اینو تقسیم کنیم بین کسایی که واقعا نیاز دارن. من دعا میکنم خداوند آسمان افغانستان ایران رو باز بکنه و خدا رو شکر که الان خداوند داره کار میکنه. سالهای ساله که میکنم برای افغانستان، برای ایران، که اون آزادی و نجات بیاد تو این کشورها و خدای حقیقی رو بشناسن.